واکسن BCG تفاوتی که داره اینه که میزان تزریقش خیلی کمه. این میزان خیلی کم رو ما باید با استفاده از سرنگ انسولین بکشیم و تزریق کنیم. اما سرنگ انسولین خودش مدل‌های مختلفی توی بیمارستان‌ها ممکنه شما باش برخورد داشته باشید. یک مدل سرنگ انسولین هستش که سوزنش به خود سرنگ چسبیده و سوزنش جدا نمیشه از سرنگ. این مدل تا شماره 50 روش نوشته و در کنارش نوشته نیم میلی لیتر، یعنی کل ظرفیت این سرنگ نیم میلی لیتر هستش. این سرنگ زیاد توی همه بیمارستان ها من ندیدم وجود داشته باشه، پس ما این رو که کلن صرف نظر میکنیم ازش. اما سرنگ دیگه ای که هستش سرنگ انسولینی هستش که از قدیم توی بیمارستان ها بوده و الان هم هستش. این سرنگیه که کل ظرفیتش 1 cc و به 10 قسمت تقسیم شده. هر 10 قسمت یک عدد 10 20 30 40 50 60 تا 100 داره که تا این 100 کشیده بشه میشه 1 میلی لیتر. بنابراین تا 10 که شما بکشید میشه 1/10 میلی لیتر. خب خوب که دقت کنید میبینید که باز بین همین 0 تا 10 با 4 تا خط کوچیک این فضای 1/10 میلی لیتر به 5 قسمت مساوی تقسیم شده. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اون خطهای کوچیک که ما تو بیمارستان میگیم 2 واحد انسولین در واقع 0.02 میلی لیتر هست. بنابراین ما وقتی میخوایم واکسن BCG رو به میزان 0.05 میلی لیتر بکشیم با این سرنگ انسولین باید 2.5 خط کوچک بکشیم. اما ممکنه سرنگ هایی رو شما تو بیمارستان مشاهده کنید که عین همین باشن، یعنی سوزنشون از سرنگ جدا میشه و کل ظرفیتش 1 cc و تا عدد 100 نوشته شده، ولی بین هر کدوم از اون 0 تا 10 10 تا 20 به جایی که با 4 خط به 5 قسمت تقسیم شده باشه با 9 خط کوچیک به 10 قسمت تقسیم شده. اون سرنگ ها هر خط کوچیکش 1/100 میلی لیتر هست و اگر از اون سرنگ ها بخواید استفاده کنید باید در واقع 5 خط کوچیک رو بکشید.